امروز ما آمدیم مارکت میوه و ترکوری کابل. اقتصاد مردم قدر اگر لوکال باشه ببره هندی رو میبره، اگر معامله والا ببره بازش پاکستانی رو میبره. و چیزی که نمیده افغانستان کسی چیزی که نباشه باز زیادتر سر توجه میگیریم میخریم میره. از پاکستان میاریم باز ما پختش میکنیم باز با مشتری‌ها دیگه تقسیمش میکنیم. خود ما کار بکنیم خود ما کمر بسته بکنیم وطن خود جوری کنیم. نه والا چای با او میخوریم چای نمیشه چای بخوری بدتر عرق سر کردن. سلام و درود وطندارای عزیز، امیدوار هستم خوب صحتمند و سر حال باشید. از هر گوشه دنیا که ما رو بیننده هستید امیدوار هستم لباس عافیت به تن داشته باشید. من عمران قیومی هستم و امروز با یک گزارش دیگر در خدمت شما هستم. امروز ما جای آمدیم که 2 بجه 3 بجه شب خرید و فروش اینجا انجام میشه. اینجا میوه ها وارد میشه از ولایات. امروز ما آمدیم مارکت میوه و ترکوری کابل. میریم به داخل مارکت، همه میوه ها همه سبزیجات به شما به تصویر میکشیم که چی گونه خرید و فروش میشه، چی گونه وارد میشه و چی گونه پس به فروش میرسن. ما باشین تا آخر برنامه را میریم یک جای میبینیم. اینجا دکاندار هستین شما خودتون؟ نه بدره که اون کیلو فروش هستم ولی دیگه دکاندار بگی. فقط کلا میفروشین؟ چقدر وقت میشه کلاش هزار میفروشین؟ 10 سال میشه. 10 سال. خیلی عمر است. چطور است بازار کلا؟ مزهش نیست. خرید نداره. امسال تو شده یا سالهای دیگه میرخم بود؟ امسال شده. چند است قیمتاشون؟ قیمتاشون درجه 80 رو به 75 رو بندیم قیمتا. 1 کیلو کلش از پاکستان رو میشه اشتر؟ 1 کیلوی پاکستانی است، 1 کیلو هندی. کدامش زیادتر فروش داره، کدامش بهتر است؟ اقتصاد مردم قدر اگر لوکال والا باشه ببره هندی رو میبره، اگر معامله والا ببره بازش پاکستانی رو میبره. خب یعنی در حساب ظرفیت خوبتر هندی خوبتر است؟ بله. چند است قیمت هندی؟ قیمت امروز 1300 است. صبحش دیگه نمیفهم چند میباشه. کیلا نامده کیلا قیمت چقدر؟ امروز کیلا نامده؟ چند وقت یک ماه 2 ماه دیگه نامده. واه. یه خوب باز حساب قیمت و چیزا خیلی رول داره. بله نبیه چیزی که نمیده افغانستان کسی چیزی که نباشه باز زیادتر سر توجه میگیریم میخریم میره. اگه باشه باز خنه میخریم. و نمو رقم حساب ما متوجه شدیم یک چیزی که قیمتش بالا بره پیش از او خیلی ما میتپیم که نمیره باید بگیریم. مگر ارزان باشه وزو رو نمیگیریم. نه امو گپ تو سبیه گپ سیست. تشکر رئیس بخیر باشین. چای بخورید. چسمات باشه بر ما. زنده و سلامت باشی بخیر. وقت خوش فعلا. سلام علیکم. خوب هستین؟ به فضل خدا لطف خدای پاک است. باش که میکیلا رو نزنیم که اثر متوان نشه. هیچ مشکلی تا خوب خواستین ان شاء الله شما؟ به فضل خدا. اسمتون اگه بگین بر بیننده ما. صلاح الدین هستم از ولایت کابل. دیگه اینجا کاربار میکنیم. دکتر یا میگفتن دکتر هستین؟ دکتر دندان هستم. بسیار خوب. چقدر تحصیلتون در کجا رسیدین؟ کدام پانتون؟ ما خود در پانتونای افغان سوئیس درس خود خواندیم. بعد از این اینجا به حساب کاربار پدر هستم اینجا به حساب نظم میتونم برش. خب بسیار خوب. چی کاربار میکنین؟ اینجا خود ما دکان داریم کیلا فروشی و میوه فروشی میکنیم. کیلا و میوه فروشی. از پاکستان میاریم باز ما پختش میکنیم باز با مشتری‌ها دیگه تقسیمش میکنیم. امرای موترونا پاکستان قرارداد دارین؟ امرای موترای پاکستان قرارداد نداریم، امرای تاجرایش داریم. دیگه موتورا نمیه باز ما خالیش میکنیم. چطور شده این قیمتا فعلا؟ قیمتا خب محدود است، قدر بلند نیست، دواس مردم میتو چیزی نماندن. دیگه اقتصاد مردم خیلی ضعیف است. دیگه عرضه و تقاضا که نباشه باز مشکلات ها می باشه در ذات. چطور بود امروز فروشتان؟ پیشتر بیادر ما گفت میگه صبحی 5 بجه آمده بودیم. از 5 بجه تا بالا یک چیز فروش کردیم. اینجا لله الحمد همینجا کار بار مردم ضمن خوب است. وضعیت دیگه با ما تاوان میشه. با خاطر اینکه محصول زیاد هست دیگه
اینجا که ما میاریم مردم با قیمتی که ما در نظر داریم در قیمت نمیگیرن. باز که نگرفتن بعد ضمن دیگه یا فایده میکنن به خاطر که با قیمت‌های پایین میخرن باز نظر به قیمتی که در بازار باشه باز میفروشن. دیگه ما فعلا دیگه در توان است میاد الحمدلله خوب است کارش خوب است. خب اگر در هر فصل سال مثلا فعلا فصل گیلاس و شفتالو چیزاست بازی چیزا رو شما نمیگیرین از ولایت نمیارین اینجا؟ خب دیگه برادرای ما میارن خب ما خاص هم کار کیله را میکنیم به این معنا که هم دیگه کوچا برادرای دیگه هم کار دیگه میواره میکنه خب ما باز خاص هم کیله کار کیله را میکنیم در باز فایده ما است کار در فصل سال فقط کیله هر فصل سال در 4 فصل ما کار میوه اما کار ما به حساب کیله را میکنیم در کدام فصل سال خیلی ارزان میشه و کیلو صحیح پخته میشه دیگه کیله دیگه عالم صحیح پخته از اینجا که مثلا میکنن مثلا تجاری که مثلا میاره حال فصل خیلی ضعیف است کیله خیلی ضعیف است دیگه که باز میاریم ما دیگه اینجا پختیش میکنیم در فصلی که مثلا زیاد میشه کیله اما یک ماه بعد دیگه شروع میشه دیگه بازارها سیزن در اونجا شروع میشه مردم وارد میکنه و به حساب خالی میفروشه که به حساب فایده کنه توان میکنه مشکلی نیست. دکتر صاحب چقدر وقت میشه خودتون در داخل از این بازار هستن خرید و فروش میکنین؟ ما خرید فروش تقریبا از 10 سال از ما میشه باز پدر ما که اینجا بوده دیگه مسئولیت با ما داده دیگه ما بازم مسئولیتش پیش میبریم تقریبا دیگه نسلی گفته میشه نسلی گفته میشه دیگه باز در کنار از این کار دکتریتون پیش میبرین؟ ما معاینه‌خانه دارم لله الحمد خانه نجارا معاینه‌خانه ماست مریضای ماست کاربار ما خیلی خوب است. معاینه‌خانه تان منو میچست که مشکل دندان خپل کی پیدا میکنه میشه که ما هم پیشتون بیام بیندا عزیزم بیایم ما بیخی در خدمتتان است معاینه‌خانه ما کلینیک بشارت است در سرک سید ناصری است ما در خدمت مشتری خود است. تشکر بخیر باشین کمری ما در خدمتتان است چی پیغام دارین بر بیندا عزیز؟ خواستن پیغام خاص ندارم همین قدر یک پیامی که مثلا دارم برشان دیگه جوانا باید مسئولیت شرعیشان بشناسن در وطن خود بمانند به حساب وطن خود خدمت بکنن نظر به توان که داره هر انسان نظر به توان و رشد عقلیش که چقدر خدمات کدام میتونه اگر خدمات مالی باشه جانی باشه زبانی باشه صحیح در وطن خود باشن در وطن خود باشه جور بکنه وطن خود با سوار به سامان تنخوری دیگه کشورها باید ما شما نباشیم خود ما کار بکنیم خود ما کمر بسته بکنیم وطن خود جور بکنیم شک اصل گپ زدین تشکر دکتر صاحب وقتتون خوش بخیر سلامت خدا نگهدار خدا ما در خدمت میوه چیز نیاز باشه بخیر باشین تشکر ان شاء الله باز میایم پیشتر حتما قسمی که شما دوستای عزیز دیدین امروز دکتر صاحب مصاحبه کردیم و آدرس کلینیک شما گرفتیم دیگه فعلا بازار کیله آنقدر خوب نیست دیگه از پاکستان در هر فصل سال وارد میشه میریم به طرف دیگه میوه ها که میوه وطنی خود ما در چی حال هستن قیمتاشون چی رقم است مردم میگیرن نمیگیرن بریم به طرف دیگه کوچه خوب هستیم بیادر؟ شکر پشتو که میزنین فارسی؟ خدا فارسی پر گفتیم پشتو در کدومش شما راحت هستیم ما مشکل نداره دوال اگه خودتون معرفی کنین همین نامتون رو بر ما بگوین ندیم هستم باشه یک آبر ندیم جان خوش دیدیم چی کار میکنین اینجا تربوز فروشی داره؟ تربوز فروشی ساز ما موتر از خودتون است؟ نه موتر از مردم است مال از ماست از پلو خمری میاد از پلو خمری میارین؟ چطور است وضعیت بازار تربوز؟ بازار دیگه خمازیش نیست در چند روز مزهش نبود یا سال مکمل مزهش نبود؟ سال مزهش نیست قیمتش چند است؟ قیمتش 6.5 ما میفروشیم سیر 65 روپیه ترازوی 6.5 ترازوی 6.5 سیر 65 بله با چطور از خود تربوز سرخ است یا نه که خوبش سرخ است تربوزش سرخ است مجموعاً از این تربوزای پلو خمری میگن خوبش میباشه خوبش است تربوزای پلو خمری قندوز خوبش میباشه دیگه از کدام ولایت داخل کابل تربوز وارد میشه؟ اعلان از لوگر میاد دیگه یعنی پلو خمری و لوگر است 65 پک شما میفروشین بر خودتون چند تمام میشه؟ بر ما خیلی 63 روپیه تمام است فقط 2 روپیه فایده میگیرین؟ آها 2 روپیه هم نمیشه برو بگای 60 روپیه میتلبه وا وزی بسیار مشکل که 2 روپیه فایده بتند حالا ایگه پاره خدا رو باز مصرف و موتر و مصرف خودتون دوباره میکشین؟ والله کاربار است دیگه یک روز توان یک روز فایده مقصدم روز شب روز تیر میشه چند بجه اینجا کارتون شروع میکنین؟ 3 بجه شب وزی تربوز چیزام که هستن حساب بولی که میگن نورم داره یا؟ آها در مارکت کلان پول میشه چند بجه؟
وام صبح هر وقت و دکاندار گفت میگه تقریبا 4 صبح 4 صبح اون وقت خریدارا میفروشن وار بر دکاندارای پرچون میفروشن ایرا خود داخل کابل که برین داخل دکاناش سیرش تقریبا 170 180 روپا میگه میگم اینجا کریمه خرید بسیاریاش میگم والا کس نمیخره میگم اینجا تو 60 روپا میخری اگه 100 روپا بفروشی میره کلگی میخره تو که 1.5 ساعت بای کنی خود مردم نمیخرن این مالا ما چند روز پیش خودم رفتم 170 روپا سیرش گرفتم راست میگه من خودم به خربوزه اینجا 120 روپا از دبیرو بری میگه 200 دا یک سیر 80 روپا سرت فایده میندازه کی میخره خب واسه چطور دی باید فایده شما نه شما رو باید که دیگه سر از ناس ادا کنی که فایده خودم نمیخرن اونجا که باز وام میفروشن دیگه والا خدا یار جونش فاصله تربوز چقدر مونده چقدر وقت خلاص میشه 2 ماه دیگه خلاص 2 ماه دیگه مونده 2 ماه 3 ماه میاد خوب چیز هم است والا برای وجود خیلی فایده داره میاد وجود دیگه گرمی مکمل کورا میکنه چیز دیگه جای سیروپ دکترها میگه برو تربوز بخور یگات حالا ایگه پس چطور است نمرای گرمی ها خوب است شکر است روش که امروز هزار کس پرسان کردیم که دیگر میش درستن خودش زایکسای اشته چای هم خورده میره باز میگه شکر میگذره از ما خوب است دیگه کابل خوب است نسبت به دیگه جای دیگه کابل خیلی خوب است باز دمی گرمی چای شما رو فکر کنم دارین نمونجی چای خورده میره نه والا چای ما میخوریم چای نمیشه چای بخوری بدتر عرق سر کردن خوش شدیم از شما چیز پایم چیز گفتنی داشته باشیم کمره ما در خدمتتون است نباشید تشکر خانم وقت خوش بخیر باشید تشکر زنده باشید خداحافظ میگم اسکریم خور هستی نه اسکریم خور من نیستم این بیان کوت کاتیلام یک فیلم میشه بگی که مگم چقدر به شاگرد بدی چقدر کرایه دکان میدی چقدر خرج مصرف خودت برای